یک 2-3 سالی است ماجرای مهدویت وارد یک عرصه جدید شده و بسیار پیچیده که تازه دیگه مشخص میشه که آقا یه سری حرفایی که امثال ماها 5-6 سال پیش میزدیم اینا شوخی نبود. اگر شما 10 سال پیش 5 سال پیش میگفتی آقا یه عده‌ای قراره بیان، من دارم به شما میگم یه عده‌ای قراره بیان آدم بخورن، جیگر اون یکی از تو بدنش بیرون بکشه، قلبش بیرون بکشه، گاز بزنه بخوره، آقا قراره سر ببرن اینطوری کار بکنن، آقا بچهای کوچیکو قراره دار بزنن، آقا فلان، میگفتن یه چرت و پرت داره میگه. چه میشه؟ همه اتفاق افتاد. یعنی اینا با شعبده‌ای که علم کردن واقعا شعبده بازن اینا خودش. با رسانه هاشون تونستن جامعه رو ببرن به اون سمتی که نباید برد. اسرائیل برای اینکه امنیتش حفظ بشه تنها راهکار این بود که اختلاف شیعه و سنی دامن زده بشه و از توی این اون پروژه آخرالزمانی اینها بیرون بیاد. پروژه آخرالزمانی اینا بیرون بیاد. برخلاف که یک سری انسان نادان و ابله و کوته فکر میکنن اصلا جریان پشت پرده دنیا فقط، این دارم میگم فقط جریان مادیگراها و ماتریالیستا نیستن که دنبال نفت و این چیزا باشه. اینطور نیست. بلکه افرادی که دین دارن، دینشون دین منحرفیه و دارن آخرالزمان رو اونجور که دوست دارن میسازن، بسیار مؤثرن. این کجا لو میره، کجا درز میکنه، کجا میتونیم بفهمیم؟ اونجایی که شما میبینید یک کشوری که باید به خاطر منافعش حاضر هر کاری بکنه، یک جای برخلاف منافع خودش عمل میکنه. تعجب میکنید. الان خیلی هم میگن بابا آمریکا چرا داره این کارو میکنه برخلاف منافع خودش؟ اینا اون جریان رو نمیشناسن. متوجهید؟ اینجا جایی که لو میره. این همه گمان بر اینه که کشورها دین ندارن، سکولارن. اتفاقاتی که تو اونجا رقم میخوره به خاطر چیه؟ منافع ملی. منافع ملی امریکا ایجاب میکنه خاورمیانه ناامن باشه. در زمان کمونیسم ایجاب میکرد خاورمیانه چی باشه؟ امن باشه. میدونید دیگه ناامنی مردم آسی میکنه، مردم عادی هم بیشتر به کمونیسم داشتن. چرا؟ چون کمونیست‌ها هی داد از فقرا میزدن. ما فقرا رو میخوایم نجات بدیم. همیشه امریکایی‌ها نگران بودن جنگ شکل نگیره. اگر جنگ شکل بگیره جنگ طبعا فقر میاره، فقرم میرن تو بغل چی؟ کمونیسم و شوروی. بعد از شوروی استراتژی اینو کلا عوض شد. ناامنی برای آمریکا مزیته. چرا؟ چون ناامنی فقر میاره، به درک فقر میاره. چون دیگه چیزی نیست اینا جذب بکنه، خیالش راحت. دیگه اهمیتی نداره. خطره هست شده. استراتژی امریکا قبل و بعد از شوروی عوض شد. بله این منافع ملیشون ایجاب میکنه. اصلا مهم نیستش که مسلمان‌ها سربریده میشه. اصلا اهمیتی نداره. مهم امنیتشونه. اما یک سری اتفاقات میفته میبینی عجب اینا به خاطر منافع ملی خود اینا هم نیست. برای آمریکا میصرفه فلسطینی‌ها یک کشور داشته باشن برای خودشون. میدونستید؟ تا بتونه عرب‌ها رو هم راضی نگه داره. چون بخش بزرگی از بازار امریکا کشورهای اسلامی هن. براش خوبه، اما چرا این اتفاق نمیفته؟ اینجاست که اون یکی دسته لو میره. یه دستی از پشت پرده اینا. برای اینکه ماجرا بهتر درک بشه من یه کلیپی شروع میکنم پخش میکنم. از تو دل این کلیپ یه سری نکات بیرون میاد، با هم دیگه نگاه کنیم. امام 12 معروف به مهدی پس از ظهورش یک صلح جهانی برقرار. تصویر ندارید شما؟ موقع ممنون همینجوری. امام 12 معروف به مهدی پس از ظهورش یک صلح جهانی برقرار میکند. یا شما انگلیسیتون خوبه دیگه، مثلا خودتون گوش میکنید دیگه. البته بعد از یک دوره جنگ و هرج و مرج جهانی چی شد؟ داره میگه مهدی میاد، شرط ظهورش چیه؟ قبلش هرج و مرج دنیا رو بگیره. این الکی ساده ازش نگذرید. این داره القا میکنه به مخاطبش.
مسلمونا میگن منجی ما زمانی میاد که چی؟ هرج و مرج جهانی باشه. میدونید ما نشانه ظهور داریم اما شرط ظهور یه دونه بیشتر نداریم. ما نشانه های ظهور داریم اما شرایط ظهور نداریم. این غلط مصطلحه بین خیلی همون استفاده میکنیم. ما یه شرط بیشتر بر ظهور نداریم، آماده شدن شیعیان. تمام شد رفت. هیچ شرط دیگه نه. شیعه ها این بار پای امام زمانشون وایس. شیعه تربیت بشه بتونه جون امام زمانش حفظ کنه. تمام شد رفت. شرط ظهور همین. بقیان ملعز ظلمن و جورا، دنیا رو ظلم و جور میگیره، اون نشونه ظهوره. آقا کشته شدن نفس زکی نشونه است، آقا سفیانی نشونه است، شرط ظهور نیست. بهتون بگم ممکنه در این نشونه ها بدع صورت بگیره، یعنی چه خدا عوض کنه. اصلا خیلی از ما اصلا چون بحثم شد قبلش با یه عزیزی اینجا عرض بکنم. آقا مثلا فرض بکنید الان همین شیخ نمر که سعودیا گرفتنش و میخوان حکم اعدام براش اجرا کنن، حکم اعدامش هم میگن گردن زدنه، یه دیگه بیان بگن آقا این احتمالاً همون نفس زکی است مثلا، که میدونید چیه؟ کشته شدن نفس زکی از نشانه های قطعی ظهوره، جز 5 تای اصلیه. 1200 تا نشونه تقریبا داریم، 5 تاش قطعیه. خب یه نفر ته دلش این باشه که خب پس بهتر، خدا بیامرزه شهیده اما دمش کم، بذار نفس زکیه باشه که آقا زودتر بیاد. بدونید این آدم به امام زمان نمیرسه. تو اگه تونستی از جون این آقا حفاظت بکنی، از جون امام زمانت هم میتونی حفاظت کنی. چون شیعه زمینی باید از جون امام زمانش حفظ کنه، با معجزه نه. به من بگید پیامبر وقتی تنها افتاد توی احد، چرا امیرالمومنین شمشیر کشید رفت دورش مثل پروانه چرخید، 90 تا زخم برداشت. 90 تا زخم میفهمی یعنی چی؟ میگه چنان این بدن خونالود بود که نمیشد دیگه مرهم بزنی. یک ملحفه ای رو مرهمی کردن، علی رو پیچوندن تو اون. یک نفر رسید خدمت امام باقر، عرضه داشت، ابن رسول الله. گفت بله. گفت آقا ما شنیدیم در ظهور به اندازه حجامت یا کمتر از اون خون ریخته نمیشه. حضرت ناراحت شد، بیخود کرده، هر کی گفته؟ اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود برای رسول الله درست میشد. آنگاه که دندان و پیشانی مبارکش شکست تا لب شهادت رفت، علی نمی بود، تمام بود، پیامبر همونجا شهید شده بود. جان امام زمان باید چی؟ زمینی حفظ شود، زمانی که مسلمان وجود دارد. بله زمانی که مسلمانی نیست خدا با معجزه حفظ میکنه. یه مثالش براتون میزنم، میگه مثل الامام که مثل کعبه. میگه اگه میخوای بفهمی امام چیه به کعبه نگاه کن، خیلی ماجرا حل میشه. ببینه عجب، کعبه نخ تسبیح، همه رو جمع کن دور هم. تو باید سراغ کعبه بری، کعبه سراغت نمیاد. خیلی اشتراکات جالب داره. یکیش اینه، خدای ما همون خدای حضرت پیامبره، همون خدای حضرت موسی، همون خدای حضرت آدم، همون خدای قبل از خلقت هر چیزی بود. هو الاول و الاخر، آیات اول سوره حدید. چی میشه این خدا زمانی که ابرهه حمله میکنه از خونه کعبه دفاع میکنه، اما وقتی سپاه یزید حمله میکنه از خونه کعبه دفاع نمیکنه؟ همون کعبه، همون خدا چی عوض شده؟ زمان حمله ابرهه مسلمونی نیست، زمان حمله یزید مسلمون ها هستن. چششون کور، دندشون نرم. یه چیزی میگم داخل پرانتز نمیتونم بازش کنم، العاقل یکفیه الاشاره، گو آدم عاقل یه اشاره کنی کافیه براش تا ته ماجرا رو میخونه. آقا رسول الله در احد جانش زمینی حفظ میشه، یعنی یه نفر باید شمشیر بکشه. اون روز هم یک حدیث قدسی نازل میشه، خداوند متعال میفرماد لا فتا الا علی. سیف مهمه، یادتون نره، تا سیف نداشته باشی جون امام زمان تو نمیتونی حفظ کنی. حضرت علی میتونست مثلا معجزه کنه اونجا زمین شکاف پیدا کنه و مثلا اعصاب ناز اژدها بشه، نه خیر. حتی در برخی از روایات که در کتب اهل سنت آمده لا سیف الا ذوالفقار مقدم است بر لا فتا الا علی. یعنی اول عبارت لا سیف الا ذوالفقار آمده، بعد لا فتا الا علی. ذوالفقار چه جور شمشیری بود؟ بهترین شمشیرها، شمشیر دو دمه، دو شاخه بودن ذوالفقار تشکیک که درش بهتون بگم. فهمید چی میگم؟ دو دمه، شمشیری سبک محکم
یعنی حضرت علی در مقابل شمشیرها چی داشت؟ بهترین شمشیرها رو داشت. یه حواسمون باشه. اما همین پیامبر در غار وقتی قایم میشه جونش با معجزه حفظ میشه. درست شد؟ عنکبوت و اون ماجرای کبوتر و کسی نبود، مسلمانی نبود پیش پیغمبر. گفتم دیگه بازش نمیکنم دیگه، خودتون بخونید تا ته ماجرا. این داستانه جان امام زمان رو زمینه ما زمینی حفظ بکنیم. چطور شیعه زمانی میتونه جان امام زمانش حفظ کنه که بتونه جون خودش حفظ کنه، بتونه حکومت خودش حفظ کنه. شیعه زمانی میتونه از امام زمانش دفاع بکنه که بتونه از شیعیان سوریه، یمن، بحرین، عراق، ایران، پاراچنار و پاکستان با هر وسیله، یک بخشش نظامی یک بخشش چی؟ بازدارندگی. آقا ور نرو وگرنه پدرتو در میارم ها. این شیخ النمر رو اگه اعدام بکنی پوستت کنده است، حکومتتو بر کله پا میکنم ها. تمام منافعت تو کل دنیا میریزم به هم. این بازدارندگیه. جیگر نکنه حکمش اجرا کنه. اگر تونستی این کارو بکنی خدا میگه اینا دیگه میتونن. عزیز من، کسانی میتوانستن جان حسین ابن علی را حفظ کنن که اگر قبلش میتوانستن جان کیو حفظ کنن؟ مسلم را. چون جان مسلم را حفظ نکردن جان امام زمانشان رو هم نتونستن حفظ کنن. شیعه باید بفهمه مشکلش کجا بوده. شیعه رو پیامبر ما و ائمه ما تربیت کردن برای ظهور آماده بشه. امام باقر به امام صادق میفرماد پسرم تو میتونستی همون قائم ما باشی، تو میتونستی همون کسی باشی که حکومت تشکیل میده، اما بدون اینا کار بلد نیستن، خراب میکنن کار. کفار رو نمیگه، مسلمان رو هم نمیگه، حضرت شیعیان رو میفرماد. حضرت شیعیان رو میفرماد. ما باید تربیت بشیم. اگر تونستی جون شیعیان رو حفظ کنی، جون مراجع تو حفظ کنی، جون بزرگان رو حفظ کنی، منافع شیعه نه منافع ملی الزاما. منافع شیعه وقتی منافع ملی باشه دیگه عراق تعریف نداره برای تو. تونستی حفظ بکنی میتونی جون امام زمان هم حفظ کنی. این شرط ظهوره، وگرنه بله نشانه‌های ظهور 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا میشن 1200 تا. اینقدر نمیدونم پسرا آرایششون مثل دخترها میشه، دخترها شبیه پسرا، نمیدونم حتی تا شیوه آرایش کردنم گفته در آخر زمان دخترانی میان که کلهشون مثل شترهای بخارا میکنن، میگه پشت سرشون باد میکنه. این مدل آرایش موشونه. اینقدر با جزئیات نشانه ها گفته شده که اصلا مولا درزش نمیره. ذوات الفروج علی سروج، میگه زنان بر زینها سوار میشن تو آخر زمان. اینا زیاده ها، حالا زین موتور و زین دوچرخه و زین اسب و زینها سوار میشن. اینا زیاده. در مورد مردانش هم داره. آقا و فش از زنا فاش میشه. حتی در مورد ساختمان سازی هم آمده، میگه اینها جدران دور دیوارای خونه هاشون مزخرفه. مزخرف تو زبان عربی یعنی یه چیزی که لایه داره اما درون مایه نداره. میگه دیوارای سستیه اما نمای خوشگلی میذارن. میگه خونه هاشون بد میسازن اما به نماش برای خیلی مهمه. میگه اون موقع ساختمان سازیشون و رفع بناء القصور، ساختمانایی که کوتاهن همشون ارتفاع میگیرن، میرن بالا. آپارتمان سازی هم گفته. همه نشونه است. اینا میگه نشونه آخر الزمانه. اینا گفته شده، اما اینا مهمه ها برای اینکه بفهمی کجای کاری. اما از اینا مهمتر چیه؟ شرط ظهور. مرحوم آقای بهجت میفرمودن رحمت الله علیه که آقا شما دوشنبه آدم بشید. آقا دوشنبه میاد. گیر دادی جمعه میاد یا نه؟ دوشنبه آدم شو میاد. من و تو مانع ظهوریم. چرا؟ چون تربیت نشدیم. امیرالمومنین حکومت تشکیل میده، اما وقتی ترور میشه ترور شد حضرت امیر. وگرنه حکومتش رو حفظ میکرد. من اعتقاد دارم حضرت امیر حکومتش رو حفظ میکرد. اینا دیگه از ترور استفاده کردن. فقط هم در همین حد بگم ابن ملجم صحیح تره. ابن ملجم مرادی این ملعون وقت ضربه رو زد داشت در میرفت، حضرت فرمود فست و رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، پسر زن یهودی را بگیرید. این بخش دومش هیچ کس استفاده نمیکنه.
پسر زن یهودی رو در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه. یعنی حضرت یک کدی به ما میده که سرفصل یک پژوهش باشه در حوزه های ما، در دانشگاه ما، در تاریخ ما، که بگیم عجب. میدونید دو تا فتنه بنی اسرائیل ما روایت داریم که دوبار فتنه میکنن بنی اسرائیل، فتنه بزرگ و بعد فتیلشون پیچیده میشه. میدونید چیه؟ تو روایت ما داره میگه به قتل علی و قتل الحسین. عجیب. میگه در شهادت امیرالمومنین و چی؟ شهادت ابا عبدالله اینا دست داشتن. بگرد پیدا کن دیگه. وقتی معصوم داره میفرماد بگرد پیدا کن. یعنی این ابن زیاد و یزید و اینا عامل اجرایی هستن، اما پشت پرده اینا هستن. این که حالا میگه ظلم و جور میگیره، عزیزم این ظلم و جورم بگم افزایش ظلم و جور به معنای افزایش ظالم و جائر نیست. ظلم یه جا زیاد بشه به این معنی نیست که ظالم هم زیاد میشه. یه نفر میتونه به تنهایی ظلم گسترده بکنه. ببین یه نفر اینجا سیگار بکشه شاید همه رو اذیت بکنه. لازم نیست که همه سیگار بکشن. تازه وقتی همه سیگار میکشن دیگه کسی اذیت نمیشه چون همه سیگاری هن. شما فرودگاه که میری، بعضی از این فرودگاه‌های بزرگ مثل فرودگاه مهرآباد و اینا یه اسموکینگ روم داره، یه اتاق سیگار داره، شیشه معمولا سیگاره میرن اونجا سیگار میکشن که بقیه رو اذیت نکنن. بعضی موقع همین جلوش رد میشن اون لای درس که در باز و بسته میشه بوی هم میاد بیرون. داری رد میشی میبینی سقفش یه متر دود جمع شده. نشستن دارن حال میکنن سیگار میکشن، صفا میکنن. اونجا کسی از بوی سیگار بدش نمیاد. بوی سیگار همه جا رو گرفته. برای اونایی که بیرونن بعدشون میاد که میگه برو اون تو سیگار بکش. پس افزایش بوی سیگار به معنی افزایش سیگاری نیست. همه خوششون میاد، با ظلم سازگارن. امام صادق میفرماد اکثریت مردم دنیا رو مستضعفین تشکیل میدن. یعنی اصلا اسلام بر اینها عرضه نشده، وگرنه اگه عرضه بشه با جان و دل میپذیرن. به خدا میپذیرن. من بهتون میگم قسم دارم میخورم. این چرا؟ چون برای مردم مظلوم فلسطین میریختن تو خیابان چیکار میکردن؟ تظاهرات. مسیح بیدین بود، دین برش عرضه نشده. اون مسیحیت رو دیده میگه خب این چه دینیه؟ اون بهتر من بیدین باشم. بعد میگه لابد اسلام هم چیه؟ اینم که اینا سر میبرن تموم شد رفت. درست عرضه نشده. اینو بعد میگفتم عده از شیعیان مسلمان معتقدن که میتونن با فراهم کردن این شرایط به ظهور مهدی سرعت بخشن. میگه ما آقای جان هوک میخوایم مصاحبه کنیم. جان هوک صاحب فلان سایت، این کسی که در مورد این نابود شدن دنیا تو سال 2012 خیلی مصاحبه کرد، همین فردی که اینجاست. چشاش درشته. خیلی خوب جان، تو یه کتاب جدیدی به اسم نوستراداموس و جنگ با ایران نوشتی. خب همینجا اسمش معلومه دیگه کتاب چیه. نوستراداموس یعنی کسی که چیکار میکرده؟ پیشگویی میکرده و جنگ با ایران نوشتی. یعنی اینا میگن توی پیشگویی‌های نوستراداموس جنگ با ایران آمده. عجب. ما الان دقیقاً در کدام دوره از این پیشگویی‌ها زندگی میکنیم؟ مهمان تلفنیشه. میگه نوستراداموس، جان هوک جواب میده، از ضرورت تشکیل اسرائیل و اهمیت ایران صحبت کرده. همچنین از نماد یک مار برای عده اشغالگر صحبت کرده. این مار یک اشغالگر که وارد تنگه هرمز میشه. این مار نماد نیروی دریایی آمریکا در زمان انقلاب آمریکاست. گرفتی چی شد دیگه؟ میگه یک ماری اصلا تنگه هرمز که نیورده، یه خوش میسازه. خب میگه یک ماری اشغالگر وارد میشه. بعد میگه مار نماد نیروی دریایی چی بوده؟ آمریکا بوده. بعد اونو تطبیق میده با چی؟ ناوهای امریکایی که اومدن تو خلیج. بعد پرچم نیروی دریایی آمریکا رو نشون میده که از همون اول یه مار بوده. اما اینجا ماجرا جالب میشه. تا اینجاش که شرور بود، کور بابای نوستراداموس و مزخرفاتی که نوشته. خب اما از اینجا ماجرا جدی میشه.
در نخستین سالگرد حادثه 11 سپتامبر جورج بوش دستور داد که نیروی دریایی این پرچم را تا پایان جنگ با تروریسم برافراشته کنند. اینجا داستان عوض شد. جورج بوش برای چی باید این پرچم رو بیاره برافراشته نگه داره؟ گفت روی ناوها این پرچم رو بزنید. ماریو میبینی که رو هم پرچم دقیقاً دارن روی ناو چیکار میکنن؟ چرا آمریکا به افغانستان حمله کرد در حالی که القاعده از عربستان شکل گرفته؟ درسته طالبان در افغانستان قدرت داشتن، آیا ممکنه از اول اصلا با همین برنامه‌ریزی اینا طالبان رو بردن تو افغانستان که این کار رو کنن؟ که بحث کنیم یعنی میرسیم به جایی. و این چیزی که من امروز دارم به شما میگم توی جلسه عمومی 99.9% مسئولین ما نمیدونن. باور کن اطلاع ندارن، یه دشمنشون رو نمیدونن که. ما الان مثلا داریم با آمریکا مذاکره میکنیم، اگه نفهمیم عقبه ها و فاکتورهای قدرت تو امریکا کیان، با کی داریم مذاکره میکنیم؟ هی تو داری با اون لایه جلوی مذاکره میکنی یه دونه از عقب وسط نه خیر ما اینو قبول نداریم، اینو قبولیم، تموم شد. باید شناخت دشمن رو باید بشناسیم. آقا هی خدا میاد دشمن معرفی میکنه توی قرآن، عدو مبین نمیبینیش، میگه اما بدون دشمن درست تو شیطان نمیبینه، اما بدون دشمن آشکاره. چیزی که دیده نمیشه خدا بهش میگه آشکار. دشمن شناسیه. یک نکته فریبنده این وسطه. مجری میپرسه نوستراداموس قرنها پیش راجع به این نماد صحبت کرده بوده، اما الان جورج بوش دستور استفاده از این نماد رو داده. A man uses this phrase. Now, forward in the 21st century, another man, with it seemingly unconnected to him, has the idea to put that flag on these ships. Thus, من بزنم آقا فکر میکنم نکته فریبنده رو غلطی ترجمه کرد. زیرنویسش غلطه. There's something absolutely fascinating here, John. There's a mystery. میستریک فریبنده نیست. بله میستریک یعنی اسرارآمیز. میگه نکته اسرارآمیز این وسط است. نوستراداموس 400-500 سال پیش حرف زده، اما جورج بوش الان دستور این کار داده. داستان چیه به نظرت؟ در حقیقت قصدش هماهنگ کردن وقایع فعلی با پیشگویی‌ها بوده. چی شد؟ هماهنگ بکنیم اتفاقی داره میفته با پیشگویی‌هایی که از 400-500 سال پیش گفته شده بوده. فکر میکنید چرا این کار انجام داده؟ چجوری این اتفاق افتاده؟ برای چی باید رئیس جمهور یک کشور که باید عقلانیت برش حاکم باشه بیاد یه حرفیو که اون نوستراداموس زده رو بیاره بچپونه روی میله پرچم ناو آمریکا؟ چرا باید این اتفاق بیفته؟ مشاور جورج بوش خودش یکی از رهبران اجرای پیشگویی هاست. ببخشید بررسی پیشگویی ما شنیده بودیم، اجرای پیشگویی دیگه چیه؟ یکی از پیشگویی‌ها رو میره اجرا بررسی میکنه، نشونه ها رو بررسی میکنه، اما اجرای نشانه ها ما تا ندیدیم. این یک رسم یهودی مسیحی است که پیشگویی ها را اجرا میکنن. همین چی شد؟ یعنی به خاطر یعنی خدا رو میندازن توی رو درواسی که دیگه کارو بکن دیگه. فهمی چی شد؟ چون تو پیشگویی ها این بوده، میان پیشگویی ها رو چیکار میکنن؟ اجرا میکنن. الان من پیشگویی میکنم برای شما، کیف کنید، من از آینده خبر دارم، همین الان براتون اجرا میکنم جلو میز، همتون اینجا انگشت به دهان بمونید تا 3 شماره دیگه صدای تق در اینجا به وجود میاد. 1 2 3. نه این یکی، این مال دوربین بود. چی شد؟ پیشگویی کردم درست در اومد دیگه. گفتم تا 3 شماره دیگه تق. 1 2 3. آقا من ایمان بیارید دیگه.
میگین آقا نشد که تو پیشگویی خود اجرا کردی، خودگویی خود خندی، عجب مرد هنرمندی، تو خودت گفتی خودم اجراش کردی. اینا دارن این کارو میکنن. او دست پشت پرده غرب امروز برای شما آشکار بشه، دست پشت پرده‌ای که داره خیلی از مسائل رو به زعم خودش پیش میبره و داره یک سری اتفاقات رو رقم میزنه. America. So what is the average American talking about today? Well, we have cancer, clean, golden healing. What knows? This one is the united, but it all looks like religion and the mosques. بعد از بیداری اسلامی میگه اینا مسلمانان. قبلش در مورد کمونیستا صحبت کرد. میگه کمونیستا از بین رفتن، اینم سازمان ملل جدیده که الان داریم، اینم باید از بین بره، به درد نمیخوره. یه چیزی داره سر در میاره به اسم کشورهای اسلامی، این پرچم وسطیه. خب این کمونیستا راستی قرمز، آبی هم سازمان ملل، این سبز رو میگه اسلامی. میگه اینم که به درد نمیخوره، خطرناکه، این رقیب ماست، چون ما میخوایم یه چیز دیگه درست کنیم، نظم نوین جهانی. شبکه فاکس نیوز این برنامه صحبت میکنه در مورد بیداری اسلامی، از جایی که اسلام حکومت تشکیل بده. فهمیدی؟ کجا اسلام حکومت تشکیل داده؟ بر مبنای دین حکومت تشکیل گرفته. کجا بوده تا حالا؟ ایران دیگه. داشت توی مصر هم شکل میگرفت. اخوان المسلمین چی؟ مصر بر مبنای فقه خودشون، بر مبنای چی؟ اون نگاهی که تو سلفیت هست داشتن این کارو میکردن. اون رو هم اینا خطر میدونن، اما اصل خطر رو یکی دیگه میدونن. اونا تونستن فتیلشو بپیچن. 80 سال اخوان المسلمین منتظر تشکیل حکومت بود، تو 8 ماه فتیلش پیچیده شد. 500 تا دستور اعدام داره صادر میشه. دیدی؟ مرسیو کردن تو قفس، آوردن تو دادگاه. ببین چی میگه. همچنین در مصر هم طرفدارایی دارن. خب این که صحبت می‌کنه در مورد کمونیست، چون وقت نره من اینا میذارم جدا. خب خب از اینجا بعدش ما ترجمه کنم. در ایران که همه این اتفاقات در جریان است، تموم شد. یه سرمنشأ تمام این بلاهای ما از کجاست؟ ایران. یه سوال، مردم ایران قبل انقلاب نماز نمیخوندن؟ چرا؟ روزه نمیگرفتن؟ عزاداری نمیکردن؟ حج نمیرفتن؟ چرا؟ و چی عوض شد؟ نه، بعد انقلاب یه اتفاق افتاد. حکومت مبتنی بر دین شکل گرفت که هدفش چی بود؟ ظهور. خدایا تا انقلاب مهدی از نهضت خمینی محافظت. این فرق کرد، وگرنه همه چی سو. تو ترکیه نماز یه سوالی عربستان سعودی احتمالا مردم نماز نمیخونن دیگه، نه؟ آمریکا باشون کاری نداره، روزه هم نمیگیرن، حج هم که نمیرن. اینا اصلا مکه وسطش نداره، بیکار میشن، میگن یه حجی بریم. پس چیه؟ و با نماز خوندنت نه انقدر مشکل نره، برو انقدر نماز بخون تا فنر کمرت در بره، پیچ و مورد باشه. برو تو ایا صوفی انقدر نماز بخون تو ترکیه جونت درات. اهمیتی نداره انقدر روزه بگیر. یه چیز دیگه است، اینه که هیچگاه یقرعون الصلاة نیست، یقیمون الصلاة. نماز خوندنی نیست، نماز برپا داشتنیه. و حضرت امیر فرمود این صلات تو قرآن یعنی ولایت ما، برای همین برپا داشتنیه. ولایت امیرالمومنین هم توی نماز میاد، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. به ما هم گفت اقیموا الصلاة و آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین، به ما هم دستور داد. یک کنفرانسی تشکیل شد به نام کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی تو ایران. اینا به لرزه افتادن، رصد کردن، فیلم ساختن. میگه بدبخت شدیم، ایران میخواد اینا رو متحد کنه. ما پدرمون در اومده چی بندازیم؟ تفرقه. ایران میخواد اینا رو متحد کنه. این روزا به خاطر شورش‌های به وجود اومده توی مصر قوت گرفته.
اما واضحه که انگیزهای مذهبی پشت این جریان هست. میگه دین پشت سر این اتفاق هست. و این قیام دیگه از این واضح تر نمیشه گفت. و این قیام الهام گرفته انقلاب اسلامی ایران است. میگه اینا رو همه ما رو میگه ایران بدبخت کرد. ما خودمون نمیدونیم انقلابمون چه اهمیتی داشته. فکر می‌کنم انقلاب کردیم شاه بندازیم بیرون. خب پیچی مثلا این نبوده. برای چی اینقدر با ما دشمنه؟ یه روز مملکت ما آروم حالا نداشته، یه روز آروم نداشته. کل دنیا با ما سر جنگ دارن. ما با دنیا سر جنگ نداریم، ما با اسرائیل مشکل داریم. ما انقلاب که همین آمریکا سفارتخونه داشت مملکت ما، شوروی سفارتخونه داشت، ما با مشکل، ما اسرائیل مشکل داشتیم. شما ببین نمیتونیم من با اسرائیل کنار بیام. یزید زمانه امکان نداره بشه کنار اومد. داستان سر اینه عزیز من، وگرنه سر آمریکا و اینا بهانه است. آمریکا رو هم اونا دارن میچرخونن. شورش‌های رایج در مصر و تونس از مساجد شروع شده. میگه من نگرانم مسجدها این اتفاق افتاده. انگیزه هم یه انگیزه. اینا چی آخه؟ اینا چرا دارن این کارا رو میکنن؟ برای چی اینجوری ریختن توی خیابونا؟